سلام دوستان، وقت شما بخیر. من مهدی هجوانی هستم، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، مدرس دانشگاه در حوزه ادبیات و هنر، به خصوص ادبیات داستانی و حوزه کودک و نوجوان. قراره یه مقدار درباره شاگردهای داستان نویسی با هم صحبت بکنیم تو این کارگاه. به خاطر فرصت کم من فکر میکنم که اسمشو باید بذاریم یک سفر اکتشافی، یعنی یه سرنخایی رو ما پیدا بکنیم، به دست شما بدیم، بعد خودتون اینا رو ادامه بدیم. فکر میکنم قدم اول خودشناسیه. دنبال شناخت داستان نباید باشیم، باید من ببینم که خودم چه ویژگی‌هایی دارم، برای چه کاری ساخته شدم. اول باید علاقه داشته باشید. خب میگید ما اینو داریم، حتما علاقه داریم که نشستیم پای صحبت‌های تو. اما ما میبینیم که علاقه کافی نیست. خیلی‌ها به یه چیزای علاقه دارند و فکر میکنن که تواناییش هم دارند. شرط دوم استعداده. من یادم نوجوان که بودم، چون خیلی علاقه به فوتبال داشتم و دارم، هم بازی میکردم هم هوادار بودم، یه موقعی قرار شد ما بریم توی باشگاه مورد علاقه ما اونجا بازی ما رو ببینن. خب خیلی کیف میکردیم که حالا چی میشه. بعد دیدیم که خب ما باید صبح خیلی زود پاشیم، ما هر چیزی رو نمیتونیم بخوریم، ما تمرینای سخت باید داشته باشیم. بعد متوجه شدم که این علاقه پشتش چیزای دیگه هم لازمه. یک وجهش داشتن استعداده. اما شما فکر میکنید علاقه و استعداد برای داستان نویسی کافیه، در حالی که اینطور نیست. ما باید تمرین بکنیم و این تمرینای دشواره که کارو سخت میکنه. خیلی مهمه که ما جای اینا رو با هم عوض نکنیم. بعضیا علاقه به یه چیزی دارن و خیال میکنن که استعدادم دارن، یا استعداد دارن فکر میکنن که شاید باید علاقه هم داشته باشن، در حالی که خیلی از بچه‌ها، از جمله خود من، در خوشنویسی استعدادهایی داشتم که اگر ادامه میدادم به یه جایی میرسیدم. خطم بد نیست، خانوادگی اینجوریم، اما هیچ وقت من علاقه به خوشنویسی نداشتم، در حد انجام وظیفه کارایی میکردم. بنابراین علاقه و استعداد و تمرین 3 شرط لازمن برای این کار. ما تکلیف خودمون رو با خودمون باید در قدم اول روشن کنیم. اولین کتاب رو در واقع برای ما خوندن، برای اینکه ما یه مادر بزرگی داشتیم که تقریبا فارسی بلد نبود. من یادم نمیاد خیلی فارسی میتونست صحبت بکنم و من مثلا 2 سالم 3 سالم که بود، شبا همیشه در آغوش او این قصه شنگول و منگول و حبه انگور رو تعریف میکرد و هر شب من از اون میخواستم فقط همین رو تعریف کنم، هیچ وقت هیچ چیز دیگه رو تعریف نکرد. و من یادم نمیاد که این به فارسی اینو گفته باشه و اگر به ترکی گفته باشه، من متولد تهرانی که پدر مادرم یک کانال 2 میکردن فارسی، یعنی خیلی ما ترکی یاد نگرفتیم. چجوری شد که من میفهمیدم که این چی میگه؟ این جزء سوالات بی پاسخ زندگی من. بعدها که ما بزرگ شدیم، یکی از کتاب‌هایی که یادم، یک کتابی از چخوف رو به عنوان نویسنده بزرگ که نمیشم کتاب گرفتم نخوندم، خیلی چیزی بود، خیلی متأثر من شدم، خیلی رو تأثیر گذاشت و به شدت به لحاظ عاطفی من تأثیر این قصه بودم. مثلا گریم میگرفت اینو میخونم. یه بچه‌ای بود مثلا از خانواده‌اش دور افتاده بود، مجبور بود کار بکنه. 3 داستان کوتاه از چخوف بود و یکی هم داستان بلندی بود که اصطلاحاً امروز گفته میشه رمان نوجوان به نام دکتر دولیتل، که اینا هر دوش ظاهراً به کتابایی بود که امیر کبیر قبل از انقلاب چاپ شد. سال این که دارم میگم سال 53 تقریبا، که مثلا کلاس 3 راهنمایی بود. تا اینجا فهمیدیم که علاقه داریم، استعدادش هم داریم، اهل تمرین هم هستیم، اما تازه ابتدایی داریم. حالا ما باید قالب‌های نگارشی رو بشناسیم.
قالب‌های نگارشی چی هستند؟ من دوست دارم چی بنویسم؟ خبر، گزارش، زندگی نامه، فیلم نامه، خاطره، مقاله، نثر ادبی، داستان، شعر، کدوم؟ این مهمه. ما باید این قالب‌ها رو شناسایی بکنیم و ببینیم که در نوشتن کدومشون علاقه و توانایی بیشتر داریم. من نمیدونم شما رو، ولی خودم یادم نمیاد 5 روز پیش نهار چی خوردم، ولی قصه ای رو که در سن 2 سالگی مادر بزرگم برام تعریف میکرد که قصه شنگول و منگول و حبه انگور بود و فراموش نکردم. شما خیلیاتون وقایع 10 روز پیش یادتون رفته، چون اصلا واقعه نبود، یه چیز روزمره معمولی بوده، اما اتفاقی که 10 سال پیش افتاده هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. چرا؟ این میرسونه که تمام قالب‌های نگارشی یک برجستگی باید داشته باشن، یه چیزی باید داشته باشن که مثل یه گیره به ذهن گیر کنه و اونجا متولد بشه و مثل یه موجود زنده بمونه و به حیات خودش ادامه بده. این قالب‌ها رو باید شناخت. مثلا من به شما میگم که به خبری که همکنون به دست من رسیده توجه کنید. امروز ساعت 10:30 صبح در میدان فردوسی شهر تهران ترافیک برقرار بود و زندگی عادی جریان داشت. شما خنده‌تون میگیره، میگید که این خبر نشد که خب هر روز در میدان فردوسی این جریان ادامه داره. این که خبر نشد، یه اتفاقی باید بیفته. چی شده؟ زمین خدای نکرده دهن باز کرده؟ چی شده؟ این خبر نیست. خبر باید یه برجستگی داشته باشه. مقاله باید یک حرف تازه‌ای داشته باشه، یه حرفی که پیش از اون توسط دیگران زده نشده. زندگی نامه باید یه زندگی نامه جذاب باشه. حالا یا اون آدم جذابیه یا آدم معمولیه، ولی زندگی نامه جذابیه. سفرنامه همین جوریه. این که من بگم که من 5 سال قبل سفرنامه‌م اینجوری بود که ما رفتیم چالوس، اونجا صبحانه بود، ناهار بود، شام بود، رانندگی کردیم، گفتیم، خندیدیم، برگشتیم. خب حالا این شد سفرنامه من. شما قطعا اینو قبول نمی‌کنید. میگید آخه سفرنامه باید سفرنامه خاصی باشه. این خیلی مهمه. آیا سرزمین جدیدی کشف شده، اتفاق جدیدی در این سفر تو افتاده که حالا میخوای بکنی سفرنامه؟ ببین همه چیز خاطره. من به شما میگم من یه خاطره برات میخوام تعریف کنم. ما یه روز سرما خوردیم، 3 روز استراحت کردیم، حالا اون خوب شد. آیا این خاطره است؟ نه. اگرم باشه خاطره شخصیه. خاطره اون چیزی است که باید پوسته شخصی بودن رو بدره و همونطور که برای من جالبه برای مخاطب من هم جالب باشه. پس میخوام نتیجه بگیرم که قالب‌های نگارشی یک نقطه مشترک دارن و اون اینه که توشون یه جورایی تعادل زندگی به هم میخوره. به طور کلی میتونیم قالب‌های نگارشی رو بگیم 2 دستند: قالب‌های نگارشی تخیلی، قالب‌های نگارشی غیر تخیلی. قالب‌های نگارشی تخیلی مثل داستان، شعر و نثر ادبی، اینا ویژگیشون این است که تعهدی به واقعیت ندارند، دنبال ثبت یا اثبات واقعیت نیستند، بلکه ممکنه یه خاطره، یک واقعیت رو بگیرند با تخیل خودشون ورز بدن. ویژگی دیگر قالب‌های تخیلی اینه که فرمول شکنند، نمیخوان جوری همه خواننده ها رو به یک نتیجه برسونند، جا برای مشارکت و تخیل خواننده هم میگذارن. اینها نثرشون نثر کلیشه‌ای نیست. شما تمام روزنامه‌های 10 سال اخیر رو در هر کشوری بخونید حس میکنید همه روزنامه‌ها رو یه نفر نوشته، چون نثر کلیشه‌ایه. هدفش هم زیبایی آفرینی نیست، میخواد خبر رو دقیق برسونه و کوتاه. بنابراین از دستمالی شده ترین و ساییده شده ترین و رایج ترین واژه ها و عبارات استفاده میکنه برای اینکه منظورشو برسونه. ولی داستان اینجوری نیست. داستان نویس سعی میکنه
یه جوری حرف بزنه که انگار بار اول این جمله رو خواننده داره میشنوه، یعنی قالب‌های کلیشه‌ای رو میشکونه، فرمول‌ها رو میشکونه. داستان ویژگی دیگرش اینه که ببینید بچه‌ها دوستان با قلب ما سر و کار داره، از عواطف و احساس و خیال و ناخودآگاه ما میجوشه تا بر خیال و عاطفه و احساس خواننده تأثیر بذاره. پس وقتی میگن داستان شما یاد اینجا بیفتید، وقتی میگن قالب‌های غیر تخیلی مثل مقاله و سفرنامه و زندگی نامه و خبر و گزارش یاد مغز بیفتید. یعنی هدف داستان بیشتر تأثیرگذاری بر حس و عاطفه است، اما هدف خبر و گزارش و مقاله و اینجور چیزا، یعنی قالب‌های غیر تخیلی، ثبت یا اثبات واقعیت. اونا پاشون تو واقعیت گیره. اگر در یک تصادفی خدای نکرده به 20 نفر از بین رفتن، خبرنگار نمیتونه بگه که حالا ما میگیم 2 نفر مردم ناراحت نشن. نه، اون وظیفش این است که عین واقعیت رو گزارش بکنه، چه تلخ چه شیرین. اولین متنی که نوشتم یه شعر بود بر اساس یک حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه که من وجد ماء و ترابا ثم افتقر ابعده الله. خیلی خوشم اومد از این حدیث، این که تو هر مملکتی فقط آب باشه و خاک باشه و اون ملت فقیر باشه، خدا این ملت رو از رحمت خودش دور میکنه. یعنی هیچ عضوی پذیرفته نیست، شما فقط ما و تراب داشته باشید، آب و خاک داشته باشید، این کافیه برای اینکه فقیری در بین شما پیدا نشه. اینو من حالا با همون سبک سنتی و شعر قالب سنتی یه چیزی مثلا گفتم که بعدها هر وقت نگاه میکردم خجالت میکشتم برای کسی بخونم و شما هم لطفا ازم نخواهید که بخونم، ولی وزن و قافیه و این چیزاش درست بود، ولی در واقع یه چیز اخلاقی. خب ما حالا رسیدیم به داستان. شما میگید ما با مقاله کاری نداریم، با خبر و گزارش کاری نداریم، ما قالب نگارشی داستان رو باهاش سر و کار داریم. حالا داستان چیه؟ ببینید داستان اون چیزیست که در رگه‌های ما جریان داره. شما آدمی رو پیدا نمی‌کنید که خاطره‌هایی از زندگیش برای تعریف کردن نداشته باشه. هر چقدر سن بالاتر میره آدم‌ها داستان‌های بیشتری برای تعریف کردن دارن. بعضیش خنده‌داره، بعضیاش گریه آوره، بعضیاش آدمو به فکر فرو میبره، بعضیاش تجربه‌های نابی رو به ما انتقال میده، بعضیاش همه اینا رو داره. بنابراین هم همه ما تو زندگیمون داستان داریم برای تعریف کردن و هم تحت تأثیر داستان‌های زیادی قرار گرفتیم. هم داستان تعریف کردیم، داستان برای تعریف کردن داریم و هم تعریف شده برامون و تأثیر گرفتیم. حالا داستان چیه؟ بیشتر ترجیح میدم برای اینکه به جای اینکه داستان رو تعریف بکنم با تشبیه داستان رو جا بندازم. یه قطار رو فرض کنید، این قطار از ریل که خارج میشه موقع حرکت داستان شروع میشه و وقتی برمیگرده به ریل و یا یه جایی به هر حال متوقف میشه و یا خدای نکرده اتفاق بعدی براش میفته، هزار جور اتفاق میتونه بیفته دیگه در اثر خروج از ریل، اونجا داستان تمام میشه. در واقع داستان از جایی شروع میشه که تعادل زندگی به هم بخوره و بعد این تعادل زودم حل نشه، بره به یه جایی برسه، به یک نقطه بغرنجی برسه و بعد به شکلی حل بشه. حلم که میشه منظوری نیست که اونجوری که ما دلمون میخواد حل بشه، شاید پایانش فاجعه آمیز باشه، مثلا تراژدی بشه، ممکنه پایانش طنزآمیز باشه، ممکنه همه چیز به خیر و خوشی تمام بشه، ممکنه پایانش خیلی نکته داشته باشه.
عمق ذهن ما رو نسبت به زندگی بیشتر کنه. خب من کلا گفتم که داستان چیه، اما داستان ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره که در کنارش وقت توصیه‌ای برای داستان نویسی دارم براتون. اینا رو در نشست بعدی باهاتون در میون میگذارم. مدرسه تابستانی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.